با عرض سلام و درود بیکران. امروز میخوایم ببینیم که فحاشی در فعالیت سیاسی چه نقشی داره، چه عللی داره، چه تأثیراتی داره. فحاشی یعنی شما حرفی بزنین که مخاطب رو ناراحت بکنه، در حالی که میتونستین اون حرف رو به شکل دیگه‌ای بزنین که مخاطب رو ناراحت نکنه یا خیلی کمتر ناراحتش بکنه. این که آیا فحشی اتفاق افتاده یا نه، قضاوتش با یک روانشناس حرفه‌ای هست. ممکنه آدم فحاش به هیچ وجه زیر بار نره که فحاشی کرده. یک سری کلمات که در عرف جامعه فحش هستن معمولا فحش تلقی میشن. گاهی وقتا فحش نیست، یک واقعیت رو میگین ولی ناراحت کننده و توهین‌آمیز میگین. خب ببینیم فحاشی در فعالیت سیاسی چه تأثیری داره. رقبای سیاسی برای اینکه همدیگر رو پایین بکشن از فحاشی و حتی تهمت استفاده میکنن. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که فحاشی یعنی خشونت کلامی و زمینه رو برای خشونت فیزیکی آماده میکنه. در خشونت فیزیکی کی برنده میشه؟ اونی که بیرحم‌تره، اونی که به راحتی آدم میکشه، اونی که تعداد نیروهاش بیشتره و مسلحه. خب این آدم هم درستی که برنده میشه، ولی در جامعه خشم و نفرت زیادی ایجاد میکنه که همین خشم و نفرت در نهایت باعث سرنگونی خودش قطعاً خواهد شد، چون تاریخ اینو نشون داده. یعنی خشن‌ترین، فاشیست‌ترین و دیکتاتورترین حکومت‌ها فقط تونستن حدود 50 الی 100 سال دوام بیارن، اونم در عصر معاصر. در گذشته شاید صدها سال دوام داشتن، ولی الان مردم به روشنگری رسیدن و اجازه نمیدن این روند ادامه پیدا کنه. ما ایرانی‌ها به دو دلیل فحاشی میکنیم. یکی اینکه خودمون جزو بی‌ادب‌ترین ملت‌ها هستیم، فحاشی رو نوع زرنگی میدونیم و در رقابت‌ها سعی میکنیم با فحاشی طرف مقابل رو تحقیر کنیم. دومی که در فرهنگ شیعه لعنت به کسایی که به رهبران شیعه توهین کردن بسیار شایع است، وارد دعاهای ما هم شده و این اضافه میشه به اون نیروی فحاشی کننده در جامعه ما. در نهایت ما همین الان هم در رقابت‌های سیاسی از فحاشی زیاد استفاده میکنیم. حتی بعضی روزنامه‌های رسمی پرتیراژ از عنوان‌های توهین کننده استفاده میکنن. اونایی که رقیبن و میخوان به قدرت برسن، اونا هم از فحاشی استفاده میکنن. در واقع فحاشی علتش اینه که آدما نمیتونن مطالب خودشون رو با احترام، با وقار، با توسل به مدارک و شواهد بیان کنن. به شکل لحظه خشم و خودشون خالی میکنن و میخوان در واقع قدرت نمایی کنن. این نشانه ضعف هست، نشانه قدرت نیست و نتیجهش هم چیزی جز خشونت فیزیکی و به آشوب کشیده شدن کشور نخواهد بود. کتاب مهارت و کتاب احترام و مهارت‌های ارتباطی که بنده نوشتم رو همین موضوع تمرکز داره که میتونید مطالعه بفرمایید. تا درس بعدی، بدرود.